ما گفتیم که تمام عالم چی شدگیه؟ برنامه ریزی شدگیه و زبان روسی میگن چی؟ پروگرامیرованی است. و زبان روسی میگن پروگرامیرованی. برنامه ریخته شدگیه. سنگ هم، درخت هم، حیوان هم، رستنی های گوناگون هم، آسمان هم، همه برنامه ریختگیه. برنامه را به زبان عربی چی میگن؟ روح، فرمان خدا. و تاجیکی چی میگنش؟ جان. نگاه کنید. اکنون تصور کنید. ما هم برنامه ریختگیه. ما هم برنامه ریزی شدگیه. در کجای ما همین برنامه؟ شما گفتید در خون. های بعضی میگه در معنی سر. باز در کجای جانی ما در کجای؟ در همه رگ و پیوند. در دفتر خداوند. ما 100 تریلیون حجره داریم. 100 میلیاردش فقط مغز سر هست. 20 میلیارد همین جگر داره. حجره. شما میفهمید میلیارد میدونید؟ 20 میلیارد. نگاه کنید. در درون هر یک حجره یادرو است. در درون یادرو چی هست؟ DNK. در همین DNK برنامه ریختگی شدگی است که همین آدم چقدر عمر میبینه، چقدر کلان میشود، چقدر نفس میگیرد، چقدر رنگ، پوستش، گوشتش، کلانش، خوردش، همش در همین درون چی؟ نوشتگی است. در همه حجره ما نوشته شدگی. اگر همین آوازی کسی بفهمد بسیار جان در همه جای ما بوده است. در درون استخوان هم است، در درون چی؟ در درون گوشت هم است، در درون پوست هم است، جان هست. چی خیلی ریخته است. مثلا ما حاضر دیسک داریم یا که فلشکه هم خیلی است؟ یا فلشکه داریم. همین فلشکه در ما چکار میکنیم؟ برنامه میریزیم. مثلا کینو را میگیریم، خیلی کنسرت سینمات میکنیم. در درون همین ما زپسش میکنیم. زپس میشوم و تماشاش میکنیم. خداوند در یک اتمی که با چشم نماید، در درون همین که اگر ما برای شما را اتم بفهمونیم، من اگر اتم همین قدر گویم، گویم که اتم همین قدر کلام کنم، همینه من مانند تاجیکستان باید کلام کنم. همین چیز باید این قدر تاجیکستان کلام شود که ما اتم رو ببینیم. ذره‌چه های خوده که آدم ساخته شده در درون همون نوشته است. خوشبختانه امریکایا و انگلیسا همین DNK را خواندنش یاد گرفتن. ما نه. ما هنوز جنگ داریم که خیلی لباس پوشیده، چیکار کنید، خیلی بگردیده، خیلی شکل نمونتان باشد. و یا این خواندن چی؟ یاد گرفتن. در درون شکم مادرش کسلی های کودک میزنن. شما تصور میکنید چی گفتید؟ در بعضی مملکت های پیشرفته DCP کودکی چی نمیبرد؟ کودکی گویم که فلج معنی سر برای چی نمیبرد؟ برای که در درون شکم مادرش همون اتمی که همون برنامه‌ای که کسری را میبرن نستش میکنن. حال ما هنوز چی داریم؟
هنوز جنجال داریم که پنسیلین رو کل کنیم یا که هم پنسیلین یا ورق میتیم از یاد کردن در چقدر چی میشد؟ مشکل میشد. برای همین از برنامه دعوتی است که کتاب خونه فروغ صبحی دانوی کتاب است. حتی آدم باسواد تبابت هم آسانه، حتی آدمی که میفهمیدگی زندگیش احساس کردن آسانه. دنیا را کی ویران میکنه؟ جاهل. جاهل کیست؟ کسی که سواد ندارد، کسی که یک مطمئنیت، یک باوری های دارد که از دایره عقل چی هستند؟ بیرون هستند. حتی باید گم زدن قینه. انا که تصور کنید که شما برنامه ریزی را فهمیدید نه؟ که در کجا میریخته است. من گفتم در کجا انسان میریخته. یعنی کساله های ما و شما برنامه ریزی شده بودند برنامه ریزی. ما اینا خواهیم نخواهیم یک شرایط که میشد چی میشد؟ کسل پیدا میشه. پس خیلی باشه چی در کنید؟ دانستن و ندانستن یکی در یاد گیرید. بعضی عملهای ما بعضی احساسهای ما زیقیه نه؟ خفگیه، خرسندیه، محبته، بخشیشه، ترسه، هراسه، ناباوری، احساسهای ما یا با دقت باشید. بعضی عمل، بعضی احساس، بعضی فکرهای ما در دنکه ما این یا آن بیماری را بیدار میکنن، فعالش میکنن. کی فهمیده؟ وقتی که ما بعضی کارها میکنیم این یا آن عمل، فکر، احساس ما در دنکه ما یا یگان بیماری را بیدار میکنه یا یگان نابغگی را میدونید چیست؟ زور، کلای زور، عقل زور، سلامتی خوب، پیشروی بیدارش میکنه. میدونید کدام خلق پیشروی نمیکنند؟ وقتی که خلق اگر با یکدیگر بخیل باشد. از ما هم بدتر شده هست. در ما که فرهنگی چی داریم؟ یکی هم یک کاری میکنه که همین دیدی که کمتر پیشرفت کردی چی کارت میکنن؟ گفت میزد یک کارت میکنه بشکنن. یه ایسا بخیله. برای چی؟ برای که ما یک دیگر را فقط دعای بد میکنیم. ای اوچجانای عزیزی ما سر کرده هم با پدرای عزیزی ما سر کرده فقط چکار میکنن؟ دعای بد میکنن. همین راستش گوید در یک روز چند بار دعای بد میکنن. شما گفت که میگوید که همین گپی پرستایه، یعنی گپ شما گفتید وای قوه وای روحه وای میتونه تاثیر برسونه. بعد میگه این بچه برای چی بچه ما گلو آمده هیچی نفهمیده، هیچی نمیفهمه. وزیر با جنگ میرن داشت میرن و میگه ای کلا هیچی نمیفهمه، هیچ کدام نفهمش میرن میرن تو دیده چی دن بعد سر اوضاع نه درست نه نمیکنه مثلا. شما فهمیدید برای چی ما از یکدیگر عذاب میکشیم؟ همین رفته سکولات ویران میشه. اگه میدونه که یک آدمی که این کدام واقعا یک دعای بدت کنه، یک قضا و قدر یکی میگه برای مهی رو سر کرده، برای که گنهای بد، گنهای کسلی آور بیدار نشوند در خون ما و شما. بس کنید گپ‌های بد، احساس‌های منفی را، عمل‌های بد کردن. یعنی چیکار میکنن باید؟ بیدار میکنن. یک ترس میتونن چندین کسالا رو چیکار کنن؟ بیدار کنن. یک خرسندی میتواند چندین کسالی ها رو چیکار کنن؟ محو کنن، نیست کنن. باوری چندین کسالا رو نیست میکنن.
امید چندین کسبا رو نصب میکنن. میفهمید من چی گفتم؟ شما باید نگویید که نصیبم به دست خدا نوشته است، عیب ما چی؟ خدا تقدیر mnogogranny چند جنبه کردگیه. چند جنبه، یک جنبه نیست، چند جنبه. انسان ای همون تقدیر خودش چیکار میکنه؟ ایشا بیدار میکنه، اوشا بیدار میکنه، چیکار میکنه؟ همین کار خود چه؟ یگانه چیزی که تقدیر نیک میکنه چیه؟ یکی عملهای خوبی ما و شما این دعاه. دعا پروژه نقشه که ما با کیش میسپاریم؟ با خدا میسپاریم. او فرمان تیا فرشته را که عملیش کن. برای عملیش کنی همین بنده ما را کمک کنی در صحت شوی، در ساختن بخت، در دیگر چیزهایی که ما و شما هر روز با آنها نیاز داریم. طلباتی هر روزه ما و شماست. اکنون شما فهمیده که ما چی داشتیم؟ برنامه ریزی داشتیم. میبخشید و غیر از این اگر نادرست استفاده برای تقدیرتونه، ایجا نگاه نداری، احساسات های خودتونه اگر مثبت نکنی، تاثیر در فرزندا میرسه، در نسل میرسه. شما بفهمید چی گفتستم؟ و وقتی یک دیگر میرسد. اگر یه آدم هم میگن که 7 کس دعاش کنه چیکار میشه بابا؟ اگر سست ضعیف باشی، سیانس های ما را که یاد گرفتی، سکوتر رو یاد گرفتی، تازه کردی خطر، هیچ نمیشه انشاء الله. یعنی که با محافظت های آدم به محافظت نیست. آدم یک چیزی نیست که پوفش کنی. بعد که آدم به فرهنگ که کردی، فرهنگ شکیگون کردی، همین آدمگری، انسانگری شکیگون کردی، او آدم هر کار کردن میشود. او پوفش کنی قاق میشود، توفش کنی تر میشود. او دیگه برای فرهنگ حفظ انسان است. اینا در حیاتون بگیرید. بید با میرین در چکی شما بفهمید. تمامی رستنی هم خیلن، حیوان هم خیلن، روح خودشون ندارن. همین تنه حیوان ای تنه آدم چی فرق داره؟ خیلی مثلا اسب میشیدی قدخ شو یا که فیل میشیدی چند صد ساله یا 120 ساله میدیدی خوبتر نبود؟ هیچ که هیچی نگه بود والا میگردی یکون خیلی نگاه کنید. شما برای که بفهمه که تن ما ای تن دیگر حیوانات چی فرق دارد، بیاید ما ماشینی که آدم اختراع کرده است پیش نظر میاریم. شما در درون ژگولی ششتی خیلی ژگولی فخر تو کورن ایس شمولای ایس درس برق میزنه نه چی را میگه تمپراتور را میگه نه سکاروستا میگه نه خیلی کمتر فرسوده تر باشه. در اوپلی سال 1995 بشینه چی خیلی؟ خیلی به هر حال تصور میکنه که پریبوروش چی هم؟ پریبوروش کم هم کو؟ اکو تصور کنه که در لکسوس بشینه آدمی که میدروه که پریویت ای شیشتنه تمپراتور رو گرم میزنه، حالت ماشین گرم میزنه، گجوش کسره خیلیه، بنزینش چی قدره، چند کیلومتر در جو قرار داری، جی پی اس داره، همه کک پلوژنه. انا اکو تصور کنه که تنه آدم هم وقتی که روح ما در تنه آدم همه امکانات را ای همه بلندتر داره. اکو تنه تو نشناخته همه امکانات هایی که ما پروست در ماشین مثال آوردیم، تنه آدم امکانات هایی که زندگی کردنش پیش رفتن ای تنه بهترین حیوان چی؟ بالا. تنه تو نشناخته تن آدمی شریف است. معنای بزرگ داره. تن آدمی شریف است.
از این پیش دیگه تناتون رو نگاه بین میکنه یا که میگه بزار شده میچی تنای و خیلی نمیفورم خیلی شده خیلی های دوستش میداره وقتی سیانز با چیش میکنه برمیگرده شما فهمیده تنای آدم برنامه ریزی شده ای چی تنای آدم برنامه ریزی میکنن نگاه کنید بدن آدم برنامه ریزی میشود پروگرام میشود از پدر و مادر مادر و چی میشه؟ و تنای ما پیدا میشه فهمیده یک جو برنامه ریزی میشه این بسیارتر ایوچه بگیری دختر میشه بسیارتر ای پدر بگیری چی میشه؟ پسر میشه اگر کم ایوچه بسیارترک بگیری ای پدرک کمتر بسیار شکل نمود شاید مردکی بشه لیکن درون چی میشه؟ درون با بعضی هستن که دختر میجاست نگه بعضی دخترها چی؟ کمتر بسیارتر ای پدر گرفتگیان باور کن شوهرش هم میزنن مقوت های ازبالا هم به هر حال فهمیده برنامه تنهای ما یک جای برنامه که نه تنها او پدر و مادر با ای پدر و مادر خود گرفتگیان همه خیلی آمدگی ای بابای آدم آمدگی ای در تنهای ما ای بابای آدم گپه لیکن حاضر بسیاریش ما نمیدونیم نمیشناسیم حاضر بسم الله الرحمن الرحیم این همی گین بگیرن اگر میفهمند که ای اولاد ابراهیم است یا نه ای ملت ابراهیم است یا نه حاضر میفهم فهمیده با او درجه پیشرفتگی در مسئله چی؟ در مسئله ژنتیک در مسئله آموزش چی کسلی هایی که اولادهای ما گذراندن چی زوری هایی که در تن اولادهای ما و شما دارن در ما هستن ما کدامش بیدار میکنیم فهمیدید برای چی؟ برای چی ما نمیدونی ایجا برای چی ما سر دردم یک تا میان درده یک تا گرده درده یک تا حیث پست یک جا آمدگی ای اولاد آمدگی شرایطی شد همون چی میشه؟ همون پیدا میشه زبان روسی میگن پردرسپالوژن است تمایل به همون کسلی داره ده نکن در یادتون گیرید تنه را فهمیدید لیکن با گذشتگاتون آخرت نکنید نگویید که همون گذشته ما خیلی بوده ما اگر همون گذشته ما خیلی نمیم ما خیلی نمیشتم اگر شما حاضر بعضی کارها رو نکنید کسلی هایی که در شما با پیدا میشن با نسلتون میتی بعد نبره های شما رو با حقارت میکنن اینجا جنجال های 70% میگم میرم 30% ای تربیه در سریز میگفتن 70% ای تربیه 30% از ژنتیک لیکن در یادتون میگیرید بسیاری شما حاضر اگر شما محو کنی همین کسلی ها را آینده ده نمی رود با نسل هاتون لیکن میدونیم شما ملت خوب دارید ملت عجیب ملت با فرهنگ همین چیزش بشه و نشه میگه خدا را شکر همین هست خدا ای بد چی؟ ای بد نکن گفت بینید بزرگی گفت بینید یکم پروگرام را فهمیده پروگرام های بدن تنه سامش میگن دیم برنامه احساس تاجیکو دیلش میگن نمی دیلم زیخای دیلم پرسنده دیلم فلان بین شما ده هستن بعضی که میرن توبات میکنن صحت نمیشن در بین سا برای که احساسش کساله تنش کسال نیست احساسش نسترینش کساله
تابش کسالای اگه جو مورا برنامه اینه کی میریزه اینه برنامه احساسه فقط باز گفال باشه وضعیتی با عمال اومدن میشه وضعیتی با عمال اومدن میشن المغزش سر فکر پیدا میشه برنامه احساسی ما را اویله من میریزه اویله اینجا پدر مادر اینجا کی اویله تو در کدام اویله کلام شده احساس تو همین 34 سالگی را میرود تو 14 سالگی را قواش را میرسه پرا و بقوت تو 34 میشه یعنی که احساسی آدم این آدم بخیله این آدم متکبره این آدم همدرد بیان میکنه این آدم دلسوزه این آدم به مهره این آدم زیخه این آدم تیز خفه شوه اگه جا پیدا میشه از اویله ای کار میکنه او نمو کلامه میشینن و میگن پدر رحمت بوده برایوسون سیاست همینه ده خوردی در یاد بگیرید مراد اویله خیلی در مکتبم احساس میتونه که اساسی کار یکم کاری که احساسی که در دلی آدم میدارد این بوسته شیرتی پیدا میشد همین شیر اگه یکم باقی داد خیلی مهر کرد همه حالت بدش دید همه حالت نغزش دید بعد کردن همه خیلی میشه یک بیماری هست دپریواتیا نارسایی لمس پیغمبر خدا میگه که صغیره ها را یتیما را سراش نسیله کنید برای که بیماری دپریواتیا نشود نارسایی لمس فهمیدید برنامه یک جور ریخته میشده است اویله میریزن برای همین نگاه کنه که شما کودکاتون خورداتون در خانواده چه خیلی تربیه یافته‌استن شما هر گپ و گزاری شما در اونا چی میشه لبای کسل کودک این اعتراض به پدر و مادره اعتراض میکنن شب میزی کودک مثلا اینو ریز خر داره یا با پدرش خر داره یا با مادرش اصلا با مادرش خر داشته باشه نمیزه که چی عصبای چه چیکار کنن عصبای قصد نگیره عصبای چه بیرون بعد میزنن شب سری میزن میگه وای میگه خوب بود کردم با پاگا بو میکنه میکنه بعد کلان میشه و این قصد گیرکش گم میشه بعد بحث کردن نمیتونه میشه و جیوه سیم برنامه عقلی را کی میریزه همین عقلی آدم عقل پیشرفت دولت سمالیات سازی کشتی سازی خانه سازی زندگی سازی تجارت برنامه عقلی کو کی میریزه همین برنامه خودی هم باز این جامعه باز مکتب میریزه اینه مکتب اوه جای مقدس هست مکتب مسجد عقلی اینجایی که آدمو میرون کو مسجد عقلی نفته سور کنه اگه ایس پیش بچه تو نمیگیره گوشاشون که نمید کجا برن؟ نه ای بیاییم روز نرم اگه ای روز پیش میره معلمه قطعی میشینه که معلمه همه چی خیلی خوب نیست آره چیش ریخته استه؟ برنامه چی؟ برنامه عقلی زندگی خوبی آدم های چه؟ یکان آدمی و عقل دیده که زندگیش خوب نیست همین دارن تجارت میتونن یکان هنر داره یکان کسب داره چی؟ زندگیش افتست است کی عذاب میکشه؟ همونه که هنر یاد نگرفت
نخون یک دست یک کلمه رو یاد نگیر. اینا هم میتونن بعضی کارا رو بکنن لیکن все равно دویم در خطرن. چهارم برنامه فرهنگی کی میریزه؟ تاجیک‌ها ما فرهنگ چی میگن؟ ادب. ادب نور است، تاج است از نور الهی، ایمان در سر بیا هر جا که خواهی. نگاه کنید ادب. در قرآن آمده است که اکثر بهشتیان با آدابانند. تصور کنید خدا چیزی بخواد از چیست همین آداب؟ کار کنید مانده میشه یعنی مانده میکنی سر بعد چیکارش میکنی؟ بعد برنامه ریزی نوش میکنی، برنامه های کسل ما تازه میکنی. آداب پینداری نیک گفتاری نیک رفتاری. آفرین با چه آداب؟ هم میگنش که بسیار بچه برنامه بسیار بعضیش ادب از کیا مختی؟ از بیادبان. بعضی را بخورت میکنن مثلا مردم نقش رو نمیبینن. کی میریزه برنامه فرهنگی را؟ دینی ما همین فرهنگه. فرهنگی همین فرهنگ ما یکی همین فرهنگ های بود دین ما یکی عرف و عادت های ملی ما همین تاجیک روز کنار را نگاه میکنی پیش خانهش میره شتا پریشا جا منده تاجیک چیت میگه هم درش تق تق زدی شا آمدی بیا با کلبه ویران نایمون بیا پیاده چویت کنم نیو حلو بره بینید فرق میکند این آداب اونکی فرهنگی تاجیکانه ما کی میریزه فرهنگه؟ گفتی کو؟ کی گفت؟ جامعه میریزه همین مردم اطراف میریزن مادر مثلا اسلام میبینه اسلام کلان میشوه یکی میبینه که ماشین داشتن تلفن خوب داشتن یک زنک خوشرو داشتن چی بوده است؟ برای بچه های حاضره چی بوده است؟ یک اتلانی نمونه زندگی بوده است بعد این هم میفوره با خلاص اگر بینه که یک آدم میره مهنت میکنه زندگیش میاره خونش تینجه این هم چیست؟ اتلانه همون راه انتخاب میکنه ما هر روز بر رفتار خودمون کسی را برنامه ریزی کردیم هر روز ما زمین که نمیکنیم اینا دقت نمیتیم لیکن هر روز چیکار کردیم که برنامه ریزی میکنیم ای همه برنامه زور برنامه فرهنگی است مثلا همسایگی میکنی شما خش تبار رفت آمد میکنی شما خبر میگیری آدم ها توی تماشا دا میری مرگ زندگی دا میری دویم مناسبت داری آدم ها دیدی سلامش میتی انا همینو چی هم؟ اینا فرهنگ بودی خلق شد آفرین نفهمیدستی نه اینا مردم میریزده مردم پنجم برنامه دولتی شخصی کی میریزه اینا؟ از این نامش نوشتم کو؟ دولت میریزه دولت میریزه نیا کنید دولت چی داره؟ یک قانون داره کنستیتوسیا افق هم قانون چکار میکنید؟ رفتار میکنید شخصیت میشه شخصیت کیست؟ اون کسی که به مردم منفیت میاره شما فهمیدید؟ اون کسی که هر چی قدر تو به مردم منفیت بیشتر میاری همون قدر شخصیت چیست؟ شخصیت بالاتر شخصیت بیمور میشود وقتی کار نیست وقتی خونه نیست وقتی زندگی نیست رشد آدم از نعمت‌های دولت کم استفاده برده است ششم برنامه طبیعی با هم نامش نمیشه برنامه خلق این خلقی آدم کی بریزه برنامه طبیعت ما کی را در نظر داریم چی را نگاه کنید در کدام شما
آتش بسیاره تیزه عصبیه همجا برداره کی تیز عصبیه کی تیز عصبیه کی تیز گیزلا میشه مردم آفرین برای چی تیز عصبیه برای در درون شما آتش بسیاره افتاب بسیاره گرمی زیاد آتشین نشود کی سرخنده و سرچخچخه همین در یک جو بشینه همون جا ای خنده را یک کار میکنه اگر با گریه کنه همه را میگیریونه کیست در بین شما خیلی آفرین با کیه نگاه کنید هوا بسیاره در یادم هوا عنصر هوا کی همه خیلی در یک جا میشینه یک کنجک پروان چی گرد میشود چی نمیشود دنیا چپه میشود نمیشود پروان ندارد لیکن اگر قهرش کنه آب چخیل است آب اما را چکار میکنه اما را یکی صفتهای خوب دارد مثلا آدمی که هواش بسیاره این کارها را چکر نمیکنه همون همه سرسری بودی هست آدمی که هوا یعنی که آبش بسیاره اون آدم چی؟ همون طرفتر آدمی که آبش بسیاره که آبش بسیاره اون آدم چیست؟ آرام طبیعت هست آرام طبیعت فلگماتیک کم سوست حرکت تره یکی کارا رو تا آخر میرسونه وعده داد میکنه بسیار صفت های چی دارد؟ صفت های پلوس هشت بسیاره صفت های مینوس هشت چیز تنبل میشه نگاه کنید آدمی هست که همیشه شتگی فکر کردیسته است همیشه مغز استخوانی همین مرا میخوره هم فکر باشه خلاص خیلی آدم هست فکر میکند فقط فکر یک روز میبینی فکرش من شدن ترسوندنش پرابلمش رو محکم کردن بعد چی میشه؟ یا که با ترس گرفتار میشه یا که به اون حالت دیگری روحی گرفتار میشه در این آدم خاک بسیاره این آدم اندشرانه لیکن اگر اندیشه هاش ریز بودی کسبش بودی بسیار پیش میره او با همه خوی که میاره خطا بچی گرفتار میکنی با هم پرابلم ها فکرهای خودت خطا آورده میزنن